محترم معاون دبیری کل ارنست آتانه، محترم مسعود میرشاهی، خانم ها و عالی جنابان، علاقمندان و دوستداران اشعار عالم شمولی خواجه حافظ، مایه افتخار و خوشبختی است که امروز در این محفل فرخنده در قرارگاه سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یونسکو همایش بین المللی 70 سال با حافظ برگزار می‌گردد. این همایش که با ابتکار و حکومت جمهوری تاجیکستان و انجمن فرهنگی رودکی در فرانسه برگزار می شود، گام مهم در جهت پاسداشت و گرامی داشته جایگاه والا و جهانی شاعر بزرگ پارسی زبانان لسان الغیب حافظ شیرازی است. حافظ نه تنها شاعر یک ملت بلکه سرمایه گرانبها برای تمام بشریت است. او با اشعار عمیق، اندیشه‌ورز و الهام بخش خود نه تنها دلهای مردم پارسی زبانان را تسخیر کرده بلکه قلب‌های میلیون‌ها انسان را در اقصای نقاط جهان نیز به خود جلب نموده است. غزلیات او آینه تمام نمای فرهنگ عرفانی، اخلاقی و فلسفی مشرق زمین است و همچنان مورد توجه پژوهشگران و دوستداران ادبیات قرار دارد. در جمهوری تاجیکستان حافظ از دیرباز تا امروز مورد احترام و عشق خاص مردم ما قرار دارد. آثار او نه تنها در نظام تعلیم و تربیه بلکه در زندگی روزمره، آیین‌ها و فرهنگ شفاهی مردم ما جایگاه ویژه‌ای دارد. حافظ برای ما نه فقط یک شاعر بلکه چراغ برای هدایت روح انسان به سوی حقیقت، عدالت و عشق است. اخلاص و اعتقاد مردم ما به خواجه حافظ تا حدی است که تنها در سر بالین گهواره طفلان دیوان حافظ را می‌گذاشتند تا کودک دانشمند و صاحب دل به وایه برسد. برگزاری این همایش در پاریس در دل اروپا نشان از جهانی بودن پیام حافظ دارد. پیامی که از صلح، دوستی، انسان دوستی و همزیستی مصالحت آمیز سخن میگوید. امروز که جهان بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند به گفتگو، درک متقابل و همزیستی آرامانه است، رجوع به اندیشه های بزرگان فرهنگی چون حافظ ضرورت حیاتی دارد. موظفم با نمایندگی از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان از یونسکو، انجمن رودکی و همه نهادهایی که در تحقق این برنامه نقش داشتند صمیمانه سپاسگزاری نمایم. همچنین امیدوارم این همایش به پل تبدیل گردد میان فرهنگ ها، دل ها و اندیشه ها و زمینه برای پژوهش های عمیق‌تر در باب حافظ و فرهنگ مشترک ما فراهم سازد. میخوام از نام تشبثکار این برنامه بزرگ بین المللی، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با این بیت خواجه بزرگ خیر مقدم گویم. رواق منظری چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آکی خانه توست. سال دوم است که این تشبث‌های علمی و فرهنگی تاجیکستان در قرارگاه یونسکو با حضور دانشمندان ادب‌پژوه و از کشورهای گوناگون عالم جریان می‌گیرد و همگان شاهد آن بودیم که سال گذشته در این روزها با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با یونسکو و انجمن رودکی فرانسه چنین همایش به افتخار 815 سالگی مولانا جلال الدین بلخی برگزار گردید که از جانب علاقمندان علم و فرهنگ عالم در سطح بلند استقبال یافت. حاضرین گرامی، استادان محترم، حافظ شیرازی در میان مردمان فرارود که تاجیکان در محور آن قرار دارند جایگاه و مقام خاصه را صاحب بوده است. اگر درباره روابط ادبی و مکاتبات حافظ و کمال خوجندی، مؤلفان تذکیره ها و دیگر آثار دیگر بر پایه ادامه روزگار شاعر شهیر خوجندی در تبریز نوشتند، اما آن را می توانیم به زمینه های قدیم حضور حافظ در شعر شاعران حوزه ادبی فرارود مربوط دانیم.
از جانب دیگر در دورترین دوران در برابر گلستان و بستان دیوان حافظ را هم تعلیم و تفسیر می کردند که همین امر باعث رواج محفل های حافظخوانی گردیده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در کتاب زبان ملت هستی ملت در ارتباط به مقام حافظ شیرازی نوشتند که دیوان حافظ طی 100 سالها به صفت کتاب درسی برای مردم ما خدمت کرده است. همزمان سبب‌های محبوبیت حافظ را در میان مردم تاجیک به گونه ذیل شرح و تفسیر کردند. بنابر سبک شیوا، سلاست و زیبایی غزل‌های حافظ، آنها در صنعت موسیقی ما وسیع جای گرفته یک بخش موسیقی را تشکیل می‌دهند. غزل‌های حافظ نه تنها در ترکیب 6 مقام با سبب موسیقیت بلندی خود نفوذی شایان دریافتند، بلکه در وسعت موسیقی ملی تاجیکی نیز آنها به حکم سروده‌های دلاشوب جایگاه خاصه را صاحب می‌باشند. جذابیت اجرای سروده‌های حافظ شیرازی توسط استفاده سازهای ملی تاجیکی تا کنون با شکل و شیوه خاص در میان هنرمندان تاجیک ادامه دارد. دانشمندان محترم، از جمله اسرار جاودانگی شعر و اندیشه حافظ محوریت موضوعات به شمار می رود که به شرح شناخت جوهری آدم و عالم، وحدت انسانی، ترغیب دوستی، فلسفه زندگانی خرم و شادمان، مقاومت با تعصب و خرافات به شمار رفته اهمیت عموم انسانی دارند. حافظ دولت اصلی و بزرگترین ثروت انسانی را چون استاد رودکی دیدار دوست، شناندن درخت دوستی و برکندن نهال دشمنی به شمار می آورد. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن. در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی به شمار آرد. حافظ جنگ و جدال، پرخاش‌های عموم بشری را برون رفتن از راه حقیقت انسانی و غفلت و ناآگاهی از جوهر یگانه انسانیت به وجود می آورد که این غایه بزرگ او شرح واقعیت امروز است. تلقین وحدت انسانی، آرمان‌های بزرگ و عالی، دوستی و رفاقت بشری، صلح و سعادت تمام خلق‌های عالم که رکن برجسته سخن و اندیشه حافظ را به وجود آورده است، از مهمترین عوامل گردیده که کلامش جهانگیر و جهانساز باشد و بزرگترین چهره‌های عالم مثل هوته نزد عظمت و شکوه افکار و شعر او سری تعظیم فرود آورند. این منزلت معنوی عامل شده که ترجمه شعر حافظ به زبانهای جهان در عصر 18 شروع می شود. توجه به تحقیق و نشر دیوان حافظ در تاجیکستان از سالهای اول عصر 20 ابتدا یافت و بیگمان در سرآغاز مکتب حافظ شناسی تاجیک می توانیم نام استاد صدرالدین عینی را با حرفهای زرین بنویسیم، زیرا کانسپسیون آموزش مسائل های تاریخ ادبیات فارس و تاجیک در عصرهای تحقیقی بنیادگذاری ادبیات دوره نو تاجیک تشکیل گرفت. بعداً در کتاب نمونه های ادبیات تاجیک شرح حال و نمونه های اشعار حافظ با خط لاتینی آورده شد. در کتاب تاجیکانی باباجان غفورов ضمن شرح و بیان وضع ادبیات در عصرهای 13 و 14 این دانشمند صاحب نام زیربخش جداگانه را به زندگی و شرح و بیان موضوعات اصلی شعر حافظ اختصاص داده است. سال 1971 با تجلیل 650 سالگی حافظ شیرازی مرحله جدیدی حافظ شناسی در تاجیکستان آغاز یافت که از سوی دانشمندان صاحب نام کشور ما چون ناصر جان معصومی، طارق الذهنی، عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، اللهخان افزعزاد، قربان واصف و دیگران تحقیقات سودمند به پایان رسید. نشر مجموعه مقالات همایشی علمی دانشمندان تاجیک زیر عنوان جشننامه حافظ در سال 1971 با افتخار این جشن صحیفه تازه و قدم استوار برای تحول حافظ شناسی در تاجیکستان به شمار می‌رفت. در دوران استقلال ملی مرحله نو حافظ پژوهی در تاجیکستان شکل گرفت که با اطمینان کامل میتوان گفت که در سرگه آن اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند. در مجلد دوم کتاب زبان ملت هستی ملت مقاله جداگانه بر پایه شناخت ارزش‌های زبانی شعر حافظ و پیوند آن به زبان تاجیکی جای دارند که در برابر اهمیت زبان شناسی داشتن در معرفت سبک سخن و عامل‌های نفوذ شعر شاعر در حوزه‌های قلمرو فرارود از جمله تاجیکستان اهمیتی مخصوصی را صاحب است. در این دوران مهم رشد ادبیات شناسی
به ویژه دانشمندان و محققان کشور ما چون عبدالمنان نصرالدین، عبدالنبی ستارزاده، شریف مراد اسرافیل نیا، محمد داوود سلامیان، مشکینیسا رحیمова و دیگران راجع به شعر و اندیشه حافظ شیرازی و شرحهای آن خدمت‌های شایسته را به سامان رسانیدند. مسئله طبع و نشر دیوان حافظ نیز از سالهای سوم عصر گذشته جریان دارد که در آن خدمت گروه محققان تاجیک بزرگ است. از جمله در آستانه تجلیل جشن 650 سالگی حافظ در اساس دستنویس‌های محفوظ دیوان شاعر در مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به کوشش گلسوم گلیمова و اکادمیک عبدالغنی میرزویف طریق نشریات عرفان کتاب 43 غزل به چاپ رسید. ارزش و اهمیت این کتاب در آن است که غزل‌های شامل آن در هیچ یک نشرهای تاکنون انجام یافته دیوان حافظ دیده نمی‌شد. بعداً در این زمینه خدمت‌های شایان نادر شنبه‌زاده را می‌توان ذکر کرد که سال 1983 طریق نشریات عرفان به چاپ رسید. در دوران استقلال ملی نیز دیوان حافظ چند مراتبه به صورت کامل و گزیده‌ها به چاپ رسیده است که در این جاده خدمت حافظ پژوهان کشور ما برای دسترسی مردم به شعر و اندیشه این شاعر شهیر بزرگ است. حاضرین ارجمند، استادان گرامی، اگرچه از روزگار حافظ تا عصر ما 700 سال می‌گذرد و در این فاصله شعر و اندیشه شاعر از هر زاویه شناخته و شرح و بسط و تحقیق شده است، ولی هنوز عظمت و نبوغ شاعرانه و تفکر انقاشکارش با نیازهای بیشتری برای معرفت پابرجاست. امیدوارم که برگزاری همایش بین المللی 700 سال با حافظ این سخنوری بی‌نظیر و اندیشه‌ورز را با نگاه‌ها و دیدگاه‌های دیگر برای امروز و فردا و روزگار دیگر معرفی خواهد نمود. در امر شرف به این شکوه بزرگ شناخت شعر و اندیشه حافظ شیرازی به همه شما دانشمندان محترم توفیق و کامگاری تمنا دارم. تشکر برای توجهتان.